وحی حواری یوحنا باب 1. وحی عیسی مسیح که خدا به او عطا نمود تا به بندگان خود نشان دهد که به قریبی چیها باید به وقوع آید و او آن را به واسطه فرشته خود به بنده خود یوحنا فرستاده ظاهر ساخت که وی به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح و به هر چیزی که دیده بود گواهی داد. خوشا کسی که میخواند و کسانی که میشنوند سخنان این نبوت را و آنچه در آن نوشته شده است رعایت میکنند، زیرا که وقت نزدیک است. یوحنا به 7 کلیسایی که در ولایت آسیا می باشند: فیض و آسایشتگی بر شما باد از جانب او که هست و بود و خواهد آمد و از جانب 7 روحی که در پیش تخت او هستند و از جانب عیسی مسیح که شاهدی امین نخست زاده از مردگان و فرمان فرمای پادشاهان زمین است. او را که ما را دوست می دارد و ما را از گناههایمان با خون خود خلاصی داد و ما را پادشاهان و کاهنان خدا و پدر خود گردان تا ابد جلال و سلطنت باد. آمین. اینک او با ابرها می آید و او را هر چشم خواهد دید و آنهای نیز که او را نیزه زدند و همه قبیله های روی زمین در حق او نوحه خواهند کرد. آره، آمین. من الفا و اومیگا، ابتدا و انتها هستم، میگوید خداوند، آنکه هست و بود و خواهد آمد، خداوندی قادری مطلق. من یوحنا که برادر شما و شریک اندو و ملکوت و صبر عیسی مسیح هستم، از برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره پتموس بودم و در روز خداوند در روح بودم و از قفای خود آواز بلندی مانندی صدای کرنه شنیدم که می گفت: من الفا و اومیگا، اولین و آخرین هستم. آنچه میبینی در کتاب بنویس و به 7 کلیسایی که در ولایت آسیا میباشند بفرست: و افسوس و اسمیرنا و پرگاموس و تیاتیرا و سردیس و فیلادلفیا و لودیکیا. من رجوع نمودم تا آوازی را که به من سخن می گفت ببینم و چون رجوع نمودم 7 چراغدان طلا دیدم و در میان 7 چراغدان کسی را مانندی پسری آدم که کمزولی درازی در برداشت و بر سینه‌اش کمربندی طلا بسته بود. سری او و موی او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمان او مثل شعله آتش و پایهای او مانندی میسی که در کوره سرخ شده باشد و آواز او مثل شواس آبهای بسیار. و او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهان او شمشیر دودمه بیرون می آمد و روی او مثل آفتابی بود که در قوتش می درخشد. و هنگامی که او را دیدم بر پایهایش مثل مرده افتادم و او دست راست خود را بر من گذاشته گفت: نترس، منم اولین و آخرین و زنده و من مرده بودم و اینک تا ابد زنده هستم. آمین. و کلیدهای دوزخ و مرگ در دست من است. پس بنویس آنچه تو دیده ای و آنچه هست و آنچه بعد از این باید به وقوع آید. سیر 7 ستاره که در دست راست من دیدی و 7 چراغدان طلا چنین است: 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا هستند و 7 چراغدان 7 کلیسا می باشند. وحی باب 2. و فرشته کلیسای افسوس بنویس:
او که در دست راست خود 7 ستاره دارد و در میان 7 چراغدان طلا می گردد چنین می گوید: اعمال تو را می دانم و مهنت تو را و صبر تو را و این که تو به شریران نمی توانی تاب آوری و آنهایی را که خود را حواری می نامند ولی چنین نیستند امتحان کرده ای و آنها را دروغگو یافته ای و صبر داری و برای اسم من بسیار چیزها را از سر گذرانده ای و بیمدار نگشته ای. اما ادعای بر تو دارم که محبت اولین خود را ترک کرده ای. پس به یاد دار که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال پیشتره را به جا آور. وگرنه به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از جایش می جنبانم اگر توبه نکنی. لیکن فضیلت تو این است که از اعمال نیکولاسیان نفرت داری که من نیز از اعمال آنها نفرت دارم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگوید. کسی که غالب آید به وی عطا خواهم کرد که از درخت حیاتی که در بهشت خداست بخورد. و به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس: اولین و آخرین که مرده بود و زنده شد چنین میگوید: اعمال تو را میدانم و اندوه تو را و بینوایی تو را، ولیکن تو ثروتدار هستی. و کفر آنهایی را که خود را یهودی میگویند ولی چنین نیستند بلکه کنشت شیطانند. از مشقت‌هایی که باید به سرت آید نترس. اینک ابلیس بعضی را از میان شما در زندان خواهد انداخت تا که شما را بیازماید و شما 10 روز در اندوه خواهید افتاد. تا دم مرگ امین باش و تاج حیات را به تو خواهم داد. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگوید. کسی که غالب آید از مرگ دویم ضرری نخواهد دید. و به فرشته کلیسای پرگاموس بنویس: او که شمشیر دودمه دارد چنین میگوید: اعمال تو را میدانم و مسکن تو را که تخت شیطان در آنجاست و تو اسم مرا محکم نگاه داشته ای و حتی در ایامی که شاهدی امین من انتیپاس در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد ایمان مرا ترک نکرده ای. اما ادعای کمی بر تو دارم، چون که در آنجا نزد تو پیروان تعلیمات بلعام هستند که وی بالاق را تعلیم داده بود که در سر راه بنی اسرائیل دام نهد تا که آنها قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند. همچنین نزد تو پیروان تعلیمات نیکولاسیان هستند که از آن تعلیمات من نفرت دارم. پس توبه کن وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر زبان خود با آنها جنگ خواهم کرد. هر که گوش دارد بشنود که روح و کلیساها چی میگوید. کسی که غالب آید به وی عطا خواهم کرد که از من نهانی بخورد و به وی سنگ سفید خواهم داد و بر این سنگ اسمی نوی نوشته شده است که آن را هیچ کس نمیداند جز کسی که آن را گرفته است. و به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس: پسر خدا که چشمانش مثل شعله آتش است و پایهایش مثل میسی براق است چنین میگوید: اعمال تو را میدانم و محبت تو را و خدمت تو را و ایمان تو را و صبر تو را و این که اعمال آخرینت از اولینت بیشتر است. اما ادعای کمی بر تو دارم، زیرا به زن ایزابل نام که خود را نبیه می نامد راه می دهی. وی بندگان مرا تعلیم داده در اشتباه می اندازد تا که آنها زنا کنند و قربانی های بت‌ها را بخورند. من به وی فرصت دادم که از زناکاری خود توبه کند ولیکن وی توبه نکرد. اینک من وی را بر بستر می اندازم و آنهایی را که با وی زنا می کنند گرفتار اندوه عظیمی می گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند و فرزندان وی را به قتل می رسانند. و همه کلیساها خواهند دانست که من امتحان کننده دلها و باطنها هستم و به هر یک از شما موافق اعمالش پاداش خواهم داد
ولیکن به شما و به کسانی دیگری که در تیاتیرا هستند و همه آنهایی که این تعلیمات را پیروی نکردند و چنان که میگویند از عمق‌های شیطان خبر ندارند میگویم بر شما باری دیگری نمیگذارم، فقط آنچه دارید محکم نگاه دارید تا دمی که بیایم. و کسی که غالب آید و اعمال مرا تا به آخر رعایت کند به وی بر خلقها قدرت خواهم بخشید و آنها را وی با عصای آهنین چوپانی خواهد کرد و آنها مثل کوزه کلال خواهند شکست، چنان که من نیز از پدر خود قدرت یافتم و به وی ستاره صبح را عطا خواهم کرد. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگوید. وحی بابی 30. و به فرشته کلیسای سردیس بنویس: او که 7 روح خدا و 7 ستاره دارد چنین میگوید: اعمال تو را میدانم، اگرچه تو نام داری که زنده هستی ولیکن مرده هستی. بیدار باش و بقیت را که نزدیک به مردن است استوار نما، زیرا که من اعمال تو را در پیش خدای خود کامل نیافتم. و یادار که آنچه داری چگونه یافته ای و چگونه شنیده ای و آن را نگاهداری نما و توبه کن. و اگر بیدار نباشی من مثل دوست بر سر تو خواهم آمد و تو نخواهی دانست که در کدام ساعت بر سر تو می آیم. ولیکن نزد تو در سردیس یک چند نفر هستند که لباس خود را پلید نکردند و در لباس سفید با من خواهند گشت، چون که آنها سزاوار این می باشند. کسی که غالب آید لباس سفید در بر خواهد کرد و من نام وی را از دفتر حیات پاک نخواهم کرد و نام وی را به حضور پدر خود و به حضور فرشتگان او اعتراف خواهم کرد. هر که گوش دارد بشنود که روح و کلیساها چی میگوید. و به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس: آن قدوس و حق که کلید داوود را دارد، که میگشاید و هیچ کس نخواهد بست و میبندد و هیچ کس نخواهد گشاد، چنین میگوید: اعمال تو را میدانم، اینک من در را برای تو گشادم و هیچ کس نمیتواند آن را بندد. تو قوت کمی داری و کلام مرا رعایت نموده ای و اسم مرا انکار نکرده ای. اینک من طور عمل میکنم که از کنشت شیطان، از آنهایی که خود را یهودی میگویند ولی چنین نیستند بلکه دروغ میگویند، اینک من طور عمل میکنم که آنها آمده پیش پایهای تو تعظیم نمایند و بدانند که من تو را دوست داشتم. و از بس که تو کلام صبر مرا نگهداری نموده ای، من نیز تو را از ساعت آزمایش نگاهداری خواهم کرد که آن بر تمام جهان خواهد آمد تا که ساکنان روی زمین را امتحان کند. اینک به زودی می آیم. آنچه داری محکم نگاه دار تا که کسی تاج تو را نگیرد. کسی که غالب آید وی را در معبد خدای خود رکن خواهم گردان و دیگر وی بیرون نخواهد رفت و اسم خدای خود را و اسم شهر خدای خود را، یعنی یروشلیم نو را که از آسمان از جانب خدای من نزول می کند، و اسم نوی خود را بر وی خواهم نوشت. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگوید. و به فرشته کلیسای لودیکیا بنویس: آمین که شاهد امین و حق ابتدای خلقت خداست چنین میگوید: اعمال تو را میدانم، تو نه سرد هستی و نه گرم. او کاش که تو سرد یا گرم میبودی، لیکن از بس که تو شیرگرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، بنابراین تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا که تو میگویی من ثروتدار هستم، ثروت گون کردم و به هیچ چیز احتیاج ندارم، اما نمیدانی که تو بدبخت و حقیر و مسکین و نابینا و برهنه هستی. و تو مصلحت میدیم که از من طلای در آتش سرخ شده را بخری تا که ثروتدار شوی، و لباس سفید را تا که بپوشی و رسوایی برهنگی تو عیان نشود، و سرمه را تا که به چشمان خود کشیده بینا شوی. هر کی را من دوست دارم مذمت میکنم
و جزا می دهم. پس غیور باش و توبه کن. اینک نزد در ایستاده تق تق می کنم. اگر کسی آواز مرا شنیده در را باز کند، نزد او در آمده با او طعام شام خواهم کرد و او با من. کسی که غالب آید به وی عطا خواهم کرد که با من بر تخت من بنشیند، چنان که من نیز غالب آمده با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح و کلیساها چی میگوید. وحی باب 4. بعد از این من نظر انداختم و اینک دری بر آسمان گشاده شد و آن آوازی پیشتره که همچون صدای کرنه شنیده بودم که با من سخن میراند گفت: به اینجا صعود نما تا آنچه را که بعد از این باید به وقوع آید به تو نشان دهم. و در حال من در روح شدم و اینک تختی در آسمان می ایستاد و بر تخت نشیننده ای بود و نمود آن نشیننده مانندی سنگی یشم و عقیق بود و رنگین کمانی گرداگردی تخت و نمود آن مانندی زمرد و گرداگردی تخت 24 تخت و بر تخت ها 24 پیر را نشسته دیدم که لباس های سفید در بر کرده بودند و بر سرهاشان تاج های طلا داشتند و از تخت برقها و رعدها و آوازها می برآمدند و 7 مشعلی آتشین در پیش تخت فروزان بودند که آنها 7 روح خدا می باشند و در پیش تخت بحری از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگردی تخت 4 حیوان که از پیش و از پس پر از چشمان بودند و حیوان یکم مانند شیر و حیوان دویم مانند گوساله و حیوان سیوم قیافه‌ای مثل آدم داشت و حیوان 4م مانند عقابی که در پرواز باشد و هر یکی از آن 4 حیوان گرداگرد 6 بال داشت و آنها از درون پر از چشمانند و شب و روز آرام نگرفته میگویند: قدوس است، قدوس است، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق که او بود، هست و خواهد آمد. و هنگامی که آن حیوانها و نشیننده تخت که تا ابد زنده است جلال و شوکت و سپاس می دهند، آن 24 پیر پیش نشیننده تخت افتاده و او که تا ابد زنده است سجده می کنند و تاجهای خود را پیش تخت گذاشته می گویند: ای خداوند، تو سزاوار آن هستی که جلال، شوکت و قدرت بیابی، زیرا که تو همه چیز را آفریده ای و همه چیز بر طبق اراده تو وجود دارد و آفریده شده است. وحی باب 5. و در دست راستی نشیننده تخت کتابی دیدم که از درون و از بیرون نوشته و با 7 مهر بسته شده بود و فرشته قوی دیدم که با آوازی بلند ندا می کند: کیست سزاوار آن که این کتاب را باز کند و مهرهای آن را بردارد؟ و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین نه در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند و به آن نظر اندازد. و من بسیار گریستم درباره آن که هیچ کسی سزاوار یافت نشد که آن کتاب را باز کرده خواند یا لااقل به آن نظر اندازد. و یکی از آن پیران به من گفت: گریه نکن، اینک شیر از سبط یهودا که ریشه داوود است غالب آمد تا کتاب را باز کند و 7 مهر آن را بردارد. و نظر انداختم
و اینک در میان تخت و آن 4 حیوان و در میان آن پیران بره مثل ذبح شده ایستاده است و 7 شاخ و 7 چشم دارد که آنها 7 روح خدا هستند که به تمام زمین فرستاده شدند. و او آمده کتاب را از دست راست نشیننده تخت گرفت و هنگامی که او کتاب را گرفت آن 4 حیوان و 24 پیر پیش بره افتادند، در حالتی که هر یکی بربطها و کاسه های طلای پر از بخور داشت که آنها دعاهای مقدسان هستند و سرودی نوی خوانده میگویند. تو سزاوار آن هستی که کتاب را باز کنی و مهرها را از آن برداری، زیرا که تو ذبح شدی و با خون خود ما را برای خدا از هر سبط و زبان و قوم و قبیله خریدی و ما را پادشاهان و کاهنان خدای ما گرداندی و ما بر زمین سلطنت خواهیم راند. و دیدم و آواز فرشتگان بسیار را شنیدم که گرداگردی تخت و آن حیوانها و پیران بودند و شماره آنها بیورها بیور و هزارها هزار بود که با آوازی بلند می گفتند: بره ذبح شده سزاوار آن است که قدرت و ثروت و حکمت و قوت و شوکت و جلال و برکت بیابد. و هر آفریده‌ای که در آسمان و بر زمین و در زیر زمین و در بحر است و هر آنچه در آنهاست شنیدم که میگفت: نشیننده تخت و بره را برکت و شفقت و جلال و سلطنت باد تا ابد. و آن 4 حیوان گفتند: آمین. و آن 24 پیر افتاده با او که تا ابد زنده است سجده کردند. وحی باب 6. و دیدم که بره یکی از 7 مهر را برداشت و شنیدم که یکی از آن 4 حیوان با آوازی مانندی رعد میگوید: بیا و ببین. و نظر انداختم و اینک اسبی سفید و بر آن سواری که کمان دارد و به او تاج داده شده است و او غلبه کنان بیرون آمد تا غلبه کند. و هنگامی که او مهر دوم را برداشت حیوان دوم را شنیدم که میگوید: بیا و ببین. و اسبی دیگری کورند بیرون آمد و به سواری آن اختیار داده شده است که آسایشتگی را از زمین بگیرد تا که یکدیگر را به قتل رسانند و به وی شمشیری بزرگی داده شده است. و هنگامی که او مهر 3 را برداشت حیوان 3 را شنیدم که میگوید: بیا و ببین. و نظر انداختم و اینک اسبی سیاه مشکین و سواری آن در دستش ترازوی دارد و آوازی از میان آن 4 حیوان شنیدم که میگوید: 1 اندازه گندم به 1 دینار و 3 اندازه جو به 1 دینار، ولی بر روغن زیتون و شراب ضرر نرسان. و هنگامی که او مهر 4 را برداشت آوازی حیوان 4 را شنیدم که میگوید: بیا و ببین. و نظر انداختم و اینک اسبی سمند و بر آن سواری که نامش مرگ است و دوزخ از قفایش می آمد و به وی اختیار 4 زمین داده شده است تا که با شمشیر و قحطی و با وبا و حیوانات وحشی زمین
آدمان را بکشد. و هنگامی که او مهر پنجم را برداشت، در تگ قربانگاه جانهای آنهایی را که برای کلام خدا و برای شهادتی که داشتند کشته شده بودند دیدم. و آنها با آواز بلند فغان کشیده گفتند: تا به کی ای پروردگار قدوس و حق داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی گیری؟ و به هر یکی از آنها لباسی سفید داده شد و به آنها گفته شد که باز مدتی کمی آرام باشند تا دمی که شماره آنها و همکاران آنها و برادران آنها که مثل آنها کشته خواهند شد پره شود. و هنگامی که او مهر ششم را برداشت نظر انداختم و اینک زمین جنبی عظیمی به وقوع آمد و آفتاب مثل پلاس پشمین سیاه شد و ماهتاب مثل خون گشت و ستاره های آسمان به زمین افتادند مثل درختی انجیری که از شمال سخت جنبیش کرده انجیرهای خام خود را می پرتاید و آسمان مثل تومار پیچیده ناپدید شد و هر کوه و جزیره از جای خود جنبید و پادشاهان زمین و عالی جاهان و ثروتداران و میری هزاران و زورآوران و هر غلام و آزاد در مغاره ها و دره های کوه ها پنهان شدند و به کوه ها و سنگ ها می گویند: بر ما بیفتید و ما را از حضور نشیننده تخت و از غضب بر پنهان کنید، زیرا که روز بزرگ غضب او آمده است و کیست که بتواند ایستادگی نماید؟ وحی باب 7. و بعد از این 4 فرشته‌ای در 4 گوشه زمین ایستاده را دیدم که 4 باد زمین را نگاه می داشتند تا که به زمین، به بحر و به هیچ درخت باد نوزد. و فرشته دیگری دیدم که از جانب طلوع آفتاب صعود می نماید و مهر خدای حی را دارد و با آواز بلند به 4 فرشته‌ای که وظیفه‌شان به زمین و بحر ضرر رساندن بود ندا کرده می گوید: به زمین، به بحر، به درختان ضرر نرسانید تا دمی که بر پیشانی بندگان خدای ما مهر زنیم. و شماره مهر زده شدگان را شنیدم: 144,000 مهر زده شدگان از همه سبط‌های بنی اسرائیل. از سبط یهودا 12,000 مهر زده شدگان، از سبط روبین 12,000 مهر زده شدگان، از سبط جاد 12,000 مهر زده شدگان، از سبط آشر 12,000 مهر زده شدگان، از سبط نفتالی 12,000 مهر زده شدگان، از سبط منشه 12,000 مهر زده شدگان، از سبط شیمعون 12,000 مهر زده شدگان، از سبط لیوی 12,000 مهر زده شدگان، از سبط ایساکار 12,000 مهر زده شدگان، از سبط زبولون 12,000 مهر زده شدگان، از سبط یوسف 12,000 مهر زده شدگان، از سبط بنیامین 12,000 مهر زده شدگان. بعد از این من نظر انداختم و اینک انبوه بزرگ مردم که آن را هیچ کس نمی توانست به شمار آورد، از همه قبیله ها و سبط ها و قوم ها و زبان ها در پیش تخت و در پیش بره ایستادند که در تن لباس های سفید دارند و شاخه های نخل به دست گرفتند و آنها با آواز بلند ندا کرده می گویند:
نجات از آن خدای ما که بر تخت نشسته است و از آن بره است. و همه فرشته ها گرداگردی تخت و آن پیران و 4 حیوان می ایستادند و پیش تخت بر روی خود افتاده به خدا سجده کردند و گفتند: آمین. برکت و جلال و حکمت و سپاس و شوکت و قدرت و قوت تا ابد از آن خدای ما باد. آمین. و یکی از آن پیران به سخن آغاز کرده از من پرسید: این سفید پیشان کیستند و از کجا آمدند؟ با او گفتم: ای آقا، تو میدانی. و او به من گفت: اینها کسانی هستند که از عذاب عظیم آمدند. اینها لباسهای خود را شسته با خون بره سفید کردند. بنابراین آنها در پیش تخت خدا می ایستند و شب و روز در معبد او به او خدمت می کنند و نشیننده تخت در میان آنها ساکن خواهد بود. آنها دیگر گرسنه و تشنه نخواهند ماند و آنها را آفتاب و هیچ گرما نخواهد سوزاند، زیرا بره‌ای که در میان تخت است آنها را چوپانی خواهد کرد و آنها را به چشمه‌های آب حیات خواهد برد و خدا هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد. وحی باب 8. و هنگامی که او مهر 7 را برداشت، در آسمان تقریبا نیم ساعت خاموشی برقرار شد و 7 فرشته را دیدم که در پیش خدا ایستادند و به آنها 7 کرنه داده شده است. و فرشته دیگر آمده نزد قربانگاه ایستاد، در حالتی که مجمر طلا در دستش بود و به وی بخور بسیار داده شده است تا که آن را با دعاهای همه مقدسان بر قربانگاه پیش تخت تقدیم کند. و دود بخور با دعاهای مقدسان از دست فرشته به حضور خدا صعود نمود و فرشته مجمر را گرفته از آتش قربانگاه پر کرد و بر زمین پرتافت و صداها و رعدها و برقها و زمین جنبی به وقوع آمد. و آن 7 فرشته‌ای که 7 کرنه داشتند به نواختن تیار شدند. فرشته یکم کرنه نواخت و ژاله و آتش آمیخته با خون به وجود آمد و به زمین بارید و 31 درختان سوخت و تمامی علف سبز سوخت. فرشته دوم کرنه نواخت و چیزی مانندی کوهی عظیم آتش در بحر سرنگون شد و 31 بحر به خون مبدل گشت و 31 مخلوقات جاندار بحر مردند و 31 کشتی ها نابود شدند. فرشته 3 کرنه نواخت و از آسمان ستاره بزرگ افتاد که مانند مشعل فروزان بود و آن بر 31 دریاها و بر چشمه های آبها افتاد و نام این ستاره یفشان بود و 31 آبها به یفشان مبدل گشت و بسیاری از آدمان از آبها مردند چون که آبها تلخ شده بود. فرشته 4 کرنه نواخت و 31 آفتاب و 31 ماهتاب و 31 ستاره ها ضرر دید به طوری که 31 آنها تاریک شد و 31 روز و همچنین شب روشن نبود. و یک فرشته را دیدم و شنیدم که در میانه آسمان پرواز کرده با آوازی بلند میگوید: وای وای
وای بر حال ساکنان زمین از صداهای دیگری کرنی‌های سه فرشته که خواهند نواخت. وحی باب 9. فرشته پنجم کرنی نواخت و ستاره از آسمان به زمین افتاده را دیدم و به وی کلید چاه ورته داده شده است. وی چاه ورته را واز کرد و از چاه دودی مثل دودی تنور بزرگی بیرون آمد و آفتاب و هوا از دودی چاه تاریک شد و از دود بر زمین ملخ‌ها برآمدند و به آنها آن قدرتی داده شده است که کژدم‌های زمین دارند و به آنها گفته شده است که به علف زمین و به هیچ سبزه و به هیچ درختی ضرر نرسانند، بلکه فقط به آدمانی که بر پیشانی خود مهر خدا را ندارند. و به آنها اختیار داده شده است که آدمان را نکشند، بلکه فقط 5 ماه عذاب دهند. و عذاب آنها مانند عذاب کژدم است وقتی که آدم را زهر می‌زند. در آن ایام آدمان طالب مرگ خواهند شد ولی آن را نخواهند یافت. مردن را آرزو خواهند کرد ولی مرگ از آنها خواهد گریخت. نمود آن ملخ‌ها مانند اسب‌هایی بود که برای جنگ آراسته شده باشند. بر کله‌هاشان گویا تاج‌های طلایی بود و رخساره‌هاشان مثل رخساره‌های آدمان و موی‌هایشان مثل موی‌های زنان و دندان‌هاشان مثل دندان‌های شیر و جوشن‌هاشان مثل جوشن‌های آهنین و صدای بال‌هاشان مثل تقر تقر عرابه‌های جنگی وقتی که اسب‌های بسیار به کارزار می‌روند. آنها دم‌های داشتند مثل کژدم‌ها و در دم‌هاشان نیش‌ها و قدرتشان این بود که به آدمان 5 ماه ضرر رسانند. آنها بر خود پادشاهی داشتند که فرشته ورته است. نام آن به زبان عبرانی ابدون و به زبان یونانی اپولیون است. یک مصیبت گذشت، اینک از قفای آن باز 2 مصیبت می آید. فرشته 6 کرنی نواخت و از 4 شاخ قربانگاه طلا که در پیش خدا ایستاده بود آوازی شنیدم که به فرشته 6 کرنی دار می گفت: آن 4 فرشته را که نزد دریای بزرگ فرات در قید و بند می باشند آزاد نما. و آن 4 فرشته آزاد گردیدند که برای ساعت و روز و ماه و سال معین تیار شده بودند تا که 31 آدمان را بکشند. شماره قشون سواره 2 بیورها بود. من شماره آن را شنیدم. به همین طریق من در رویا اسبان و سواران آنها را دیدم که جوشن‌های برنگ آتش و یاقوت زرد و کبریت داشتند. کله‌های اسبان مثل کله‌های شیران بود و از دهان آنها آتش، دود و کبریت می‌برآمد. از این 3 بلا یعنی آتش، دود و کبریت که از دهان آنها می‌برآمد 31 آدمان مردند، زیرا که قدرت اسبان در دهانشان و در دمهاشان بود و دمهاشان مانند مارها بوده کله داشتند و به واسطه آنها آسیب می‌رساندند. و باقی آدمان که از این بلاها نمرده بودند از اعمال دستهای خود توبه نکردند و عبادت دیوها و بت‌های طلا، نقره، میز، سنگ و چوب را که به دیدن، شنیدن و راه رفتن قادر نیستند ترک ننمودند. و آنها از آدم کشی ها
جادوگری ها، زیناکاری و دزدی های خود توبه نکردند. وحی باب 10. و فرشته قوی دیگری دیدم که از آسمان نزول می کرد و با ابر فرا گرفته شده بود. رنگین کمان بر سرش بود و رخسارش مانند آفتاب و پایهایش مثل ستونهای آتشین. در دستش کتابی کشاده بود و پای راستش را بر بحر گذاشت و پای چپش را بر زمین و با آواز بلند ندا کرد چنان که شیر نعره می کشد. و هنگامی که وی ندا کرد 7 رعد با صداهای خود سخن گفتند. و هنگامی که 7 رعد با صداهای خود سخن گفتند می خواستم بنویسم، لیکن آوازی از آسمان شنیدم که به من می گوید آنچه 7 رعد گفتند مهر زن و این را ننویس. و آن فرشته که او را دیدم بر بحر و بر زمین ایستاده بود، دستش را سوی آسمان برداشت و به او که تا ابد زنده است و آسمان و هر چی را که در آن است و زمین و هر چی را که در آن است و بحر و هر چی را که در آن است آفریده است، قسم یاد کرد که دیگر وقت نخواهد بود، بلکه در ایامی که صدای فرشته 7 براید، یعنی وقتی که وی کرنه نوازد، سر خدا انجام خواهد یافت، چنان که او به بندگان خود انبیا بشارت داده است. و آوازی که از آسمان شنیدم باز به من سخن رانده گفت برو و کتاب کشاده را از دست فرشته که بر بحر و بر زمین ایستاده است بگیر. و نزد فرشته رفته به وی گفتم کتاب را به من ده. گفت آن را بگیر و بخور، آن در شکمت تلخ خواهد شد، اما در دهانت مثل عسل شیرین خواهد بود. و کتاب را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهانم مثل عسل شیرین بود، لیکن وقتی که آن را خوردم شکمم تلخ شد. و به من گفت تو باز درباره قومها و قبیله ها و زبانها و پادشاهان بسیار باید نبوت کنی. وحی باب 11. و به من نی داده شد که مانندی عصا بود و گفته شد برخیز و معبد خدا و قربانگاه را اندازه نما و کسانی را که در آن عبادت می کنند بشمار، ولی روی حولی معبد را استثناء بکن و اندازه نکن، زیرا که آن به خلقها داده شده است. آنها شهر مقدس را 42 ماه پایمال خواهند کرد و بدو شاهد خود قدرت عطا خواهم کرد و آنها 1260 روز نبوت خواهند نمود در حالتی که پلاس در بر کرده باشند. اینها 2 درخت زیتون و 2 چراغدانی هستند که در پیش خداوند زمین ایستادند. و اگر کسی بخواهد آنها را آزار دهد، از دهانشان آتش برآمده دشمنان آنها را میخورد. به این طریق هر کی بخواهد آنها را آزار دهد کشته می شود. آنها قدرت دارند آسمان را بند و بست کنند، تا که در روزهای نبوتشان به زمین باران نبارد، و بر آبها قدرت دارند که آنها را به خون تبدیل دهند و زمین را هر وقتی که بخواهند به هر گونه بلا گرفتار کنند. و هنگامی که آنها شهادت خود را انجام دهند، حیوان وحشی که از ورطه می براید با آنها جنگیده بر آنها غالب خواهد آمد و آنها را خواهد کشت.
و جسدهای آنها در کوچه شهری بزرگ که به کنایه سدوم و مصر نام دارد و در آنجا خداوند ما نیز مصلوب شده است واقع خواهد بود. و مردم زیادی از قومها و سیبتها و زبانها و قبیله ها 3.5 روز به جسدهای آنها نظر خواهند کرد و نخواهند گذاشت که جسدهای آنها را به گور سپارند. و ساکنان جهان از این شاد و خرسند شده به یکدیگر انعامها خواهند فرستاد، چون که این دو نبی ساکنان جهان را اذیت دادند. ولیکن بعد از 3.5 روز روح حیات از جانب خدا اندرون آنها داخل شد و هر دویشان به پا برخاستند. و کسانی را که به آنها نظر می کردند ترسی عظیمی فرا گرفت و آنها آواز بلندی از آسمان شنیدند که به آنها می گفت به اینجا صعود کنید. و آنها بر ابر به آسمان صعود کردند و دشمنانشان به آنها نظر می کردند. و در همان ساعت زمین جنبی عظیمی روی داد و 11 شهر فرو غلتید و در زمین جنبی 7,000 آدم نابود شد و باقی ماندگان به هراس افتادند و خدای آسمان را حمد و ثنا خواندند. مصیبت دویم گذشت، اینک مصیبت سیوم به زودی می آید. و فرشته 7 کرنه نواخت و در آسمان آوازهای بلند برآمدند که می گفتند سلطنت جهان سلطنت خداوند ما و مسیح او گردیده است و او تا ابد سلطنت خواهد راند. و آن 24 پیر که در پیش خدا بر تختهای خود نشستند بر روی خود افتاده خدا را عبادت کردند و گفتند تو را شکر میگوییم ای خداوند خدای قادر مطلق که تو هستی و بودی و خواهی آمد و تو بر طبق قوت بزرگ خود عمل کرده بر تخت سلطنت نشستی و خلقها در قهر شدند و غضب تو آمد و وقت آن رسید که مردگان را داوری نمایی و به بندگان خود یعنی به انبیا و مقدسان و کسانی که از اسم تو می ترسند هم به خردان و هم به بزرگان پاداش دهی و نابود کنندگان زمین را نابود کنی. و معبد خدا در آسمان واز شد و صندوق عهد او در معبد او ظاهر گردید و برقها و صداها و رعدها و زمین جنبی و ژاله بزرگی به وقوع آمد. وحی باب 12. و علامتی بزرگ در آسمان ظاهر شد، زن که لباسش آفتاب است، ماهتاب در زیر پایهایش و تاج عبارت از 12 ستاره بر سرش. وی حامله دار بود و از درد و عذاب زایش فریاد میزد. و علامتی دیگری در آسمان ظاهر شد، اینک اژدهای بزرگ سرخ که 7 کله و 10 شاخ دارد و بر کله هایش 7 افسر. دم آن 31 ستاره ها را از آسمان کشیده بر زمین افکند. این اژدها پیش زنی که باید می زایید ایستاد تا که هنگام زاییدن وی کودک وی را فرو برد. وی پسری زایید که او باید همه خلقها را با عصای آهنین چوپانی کند و پسری وی سوی خدا و تخت او برده شد. و آن زن به بیابان گریخت که در آنجا برای وی از جانب خدا مکان مهیا گردیده است تا که
به وی 1260 روز غذا داده شود. و در آسمان جنگ شد. میکائیل و فرشته‌هایش با مقابل اژدها می جنگیدند و اژدها و فرشته‌هایش می جنگیدند، اما نتوانستند ایستادگی کنند و در آسمان برای آنها دیگر جای یافت نشد. و اژدهای بزرگ سرنگون شد، یعنی آن مار قدیمی که ابلیس و شیطان نام دارد و تمام جهان را فریب می کند. وی و فرشته‌هایش با وی سرنگون شدند و آوازی بلندی در آسمان شنیدم که می گوید: اکنون نجات و قوت و ملکوت خدای ما و قدرت مسیح او فرا رسید، چون که ملامتگری برادران ما که در حق آنها شب و روز در پیش خدای ما ملامت میکرد سرنگون شد. آنها بر وی به وسیله خون بره و کلام شهادت خود غالب آمدند و جان خود را تا به حد مرگ گرامی نداشتند. پس شادی کنید ای افلاک و ساکنان آن. وای بر حال ساکنان زمین و بحر، چون که نزد شما ابلیس با خشم زور نزول کرده است، چون میداند که وقتش کم مانده است. و چون اژدها دید که بر زمین سرنگون شد، زنی را که پسر زاییده بود تعقیب نمود و با آن زن 2 بال عقاب بزرگ داده شد تا که وی از پیش مار به بیابان به مکان خود پرواز کند و در آنجا در دوام زمان و زمانها و نصف زمان غذا گیرد. و مار از دهانش از عقیب زن آبی مثل دریا سر داد تا که دریا وی را برد، لیکن زمین به زن مدد کرد و زمین دهانش را گشاده آن دریا را که اژدها از دهانش سر داده بود فرو بود. و اژدها به زن در غضب شده رفت تا با باقی نسل وی که احکام خدا را رعایت می کنند و شهادت عیسی مسیح را دارند جنگ کند. وحی باب 13. و بر ریگ بحر ایستاده حیوان وحشی را دیدم که از بحر بیرون می آید و 7 کله و 10 شاخ دارد و بر شاخهایش 10 افسر و بر کله هایش نامهای کفر. حیوان وحشی که من دیدم مانند پلنگ بود، پایهایش مثل پایهای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و اژدها قوت خود و تخت خود و قدرت بزرگی به وی داده بود. و دیدم که یکی از کله های وی گویا به درجه مرگاور یره‌دار شده است، ولیکن آن یره مرگاور شفا یافته است. و تمام اهل زمین در حیرت افتاده از پی حیوان وحشی رفتند و اژدها را که به حیوان وحشی قدرت داده بود عبادت کردند و به حیوان وحشی سجده کرده گفتند: کیست که مثل این حیوان وحشی باشد و کیست که بتواند با وی جنگ کند؟ و به وی دهانی داده شد که سخنان پرغرور و کفر گوید و به وی قدرت داده شد که 42 ماه عمل کند و دهانش را برای کفر خدا واز کرد تا که بر اسم او و مسکن او و ساکنان آسمان کفر گوید. و به وی عطا شد که با مقدسان جنگیده بر آنها غالب آید و به وی سلطنت بر هر سبط و قوم و زبان و قبیله داده شد
و همه ساکنان زمین وی را عبادت خواهند کرد، جز آنهایی که نامهاشان در دفتر حیات بره که از آفرینش عالم ذبح شده بود نوشته شده است. هر کی گوش دارد بشنود. هر کی به اسیری میبرد خودش به اسیری خواهد رفت. هر کی با شمشیر میکشد خودش باید با شمشیر کشته شود. در اینجا صبر و ایمان مقدسان. و حیوان وحشی دیگری دیدم که از زمین بیرون می آید. وی 2 شاخ داشت مانند شاخهای بره و مثل اژدها سخن می گفت. وی در پیش حیوان وحشی یکم با تمام قدرتش عمل می کند، به طوری که تمام زمین و ساکنان آن را مجبور می نماید که به حیوان وحشی یکم که یره مرگاورش شفا یافته است سجده کنند و علامتی بزرگی به عمل می آورد، به طوری که آتش را نیز در پیش آدمان از آسمان به زمین فرو می آورد و با معجزاتی که در پیش حیوان وحشی می توانست نشان دهد ساکنان زمین را فریب داده و ساکنان زمین می گوید که پیکری آن حیوان وحشی را که از شمشیر یردار شده زنده مانده است بسازند و به وی عطا شده است که به آن پیکری حیوان وحشی حیات بخشد تا پیکری حیوان وحشی طوری سخن گوید و عمل کند که همه آنهایی که به پیکری حیوان وحشی سجده نمی کنند کشته شوند و طوری رفتار می کند که همه خردان و بزرگان، ثروتمندان و مسکینان، آزادان و غلامان باید بر دست راستشان یا بر پیشانیشان تمغه زنند و هیچ کس خریدن و فروختن نخواهد توانست جز کسی که چنین تمغه یا نام حیوان وحشی یا شماره نام آن را دارد. در اینجا حکمت است. هر کی عقل دارد شماره حیوان وحشی را حساب کند، زیرا که آن شماره آدمی زاد است. شماره آن 666 می باشد. وحی باب 14. و نظر انداختم و اینک بره بر کوه سیان ایستاده است و با او 144,000 نفر که بر پیشانی هاشان اسم پدری او نوشته شده است. و آوازی از آسمان شنیدم مثل شووسی آبهای بسیار و مانندی صدای رعد پرزور. و آوازی که شنیدم مانندی آواز بربط نوازانی بود که بربطهای خود را می نوازند. آنها در پیش تخت و در پیش آن 4 حیوان و پیران سرودی نوی می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را یاد گیرد جز آن 144,000 نفر که از زمین خریده شده بودند. اینها کسانی هستند که با زنان پلید نشدند، زیرا که آنها با عصمتند. اینها کسانی هستند که هر کجا بره رود از عقیبش می روند. آنها از میان آدمان همچون نوبران خدا و بره خریده شدند و در دهانشان مکری نیست. آنها در پیش تخت خدا بی عیبند. و فرشته دیگری دیدم که در میان آسمان پرواز می کند و انجیل ابدی دارد تا که به ساکنان زمین و به هر قبیله و سبط و زبان و قوم بشارت دهد. و او
با آوازی بلند می گفت: از خدا ترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است و به آفریدگار آسمان و زمین و بحر و چشمه‌های آب سجده کنید. و فرشته دیگر از عقیب او آمده می گفت: بابل شهر بزرگ فرو غلتید، چون که همه خلقها را از شراب پرغضب زناکاری خود نشانید. و فرشته سیوم از عقیب آنها آمده با آوازی بلند می گفت: هر کی به حیوان وحشی و پیکری آن سجده کند و بر پیشانی خود یا بر دست خود تمغه زند و از شراب خشم خدا، از شراب خالصی که در کاسه غضب او مهیا شده است خواهد نوشید و در پیش فرشتگان مقدس و در پیش بره در آتش و کبریت عذاب خواهد کشید و دود عذابهای آنها تا ابد بلند خواهد شد. و کسانی که به حیوان وحشی و پیکر آن سجده می نمایند و تمغه نام آن را قبول می کنند، نه روز آرام خواهند گرفت نه شب. در این جاست صبر مقدسان که احکام خدا و ایمان عیسی را رعایت می کنند. و آوازی از آسمان شنیدم که می گوید: بنویس: خوشا مردگانی که من بعد در خداوند می میرند. آره، می گوید روح، اینها از مهنتهای خود آرام می گیرند و اعمالشان از قفایشان می رود. و نظر انداختم و اینک ابری سفید و بر ابر کسی مانند پسری آدم نشسته است که بر سرش تاج طلا و در دستش داسی تیز دارد. و فرشته دیگر از معبد برآمد و با آوازی بلند به نشیننده ابر ندا کرد: داسی خود را به کار انداز و درو کن، چون که وقتی درو رسیده است، زیرا که حاصل زمین پخته است. و نشیننده ابر داسی خود را بر زمین انداخت و زمین درویده شد. و فرشته دیگر از معبدی که در آسمان است بیرون آمد که او نیز داسی تیز داشت. و فرشته دیگر که بر آتش قدرت دارد از قربانگاه بیرون آمد و با آوازی بلند به آن که داسی تیز داشت ندا کرده گفت: داسی تیزی خود را به کار انداز و سرهای انگوری زمین را ببر، چون که انگورش پخته است. و آن فرشته داسی خود را بر زمین انداخت و سرهای انگور زمین را برید و آن را در چرخوشت بزرگی غضب خدا افکند و چرخوشت در بیرون شهر پایکوب شد و خون از چرخوشت تا به جلوی اسپان و مسافه 1600 استادیه جاری شد. وحی باب 15. و در آسمان علامت دیگری دیدم که بزرگ و عجایب بود: 7 فرشته که 7 بلای آخرین دارند، چون که خشم خدا با آنها انجام یافت. و گویا بحری از شیشه دیدم که با آتش آمیخته بود و کسانی که بر حیوان وحشی و پیکری آن و تمغه آن و شماره نام آن غالب آمده بودند بر این بحر شیشه ایستادند و بربطهای خدا داده در دست آنهاست. و سرود موسی بنده خدا و سرود بره را خوانده میگویند: بزرگ و عجایب است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. حق است و راست راههای تو ای پادشاهی مقدسان.
کیست که از تو ای خداوند نترسد و اسم تو را جلال ندهد؟ زیرا که تنها تو قدوس هستی. همه ای خلق ها آمده در پیش تو سجده خواهند کرد، زیرا که داوری های عادلانه تو ظاهر شده است. و بعد از این من نظر انداختم و اینک معبدی خیمه شهادت در آسمان واز شد و از معبد 7 فرشته برآمدند که 7 بلا داشتند و کتانی تازه و درخشان در بر کرده و تا سینه‌شان کمربند طلا بسته بودند. و یکی از آن 4 حیوان به 7 فرشته 7 کاسه طلای پر از غضب خدا را داد که او تا ابد زنده است. و معبد از جلال خدا و از قوت او پر از دود شد و تا 7 بلای 7 فرشته انجام نیافت، هیچ کس نتوانست به معبد درآید. وحی باب 16. و آواز بلندی از معبد شنیدم که به 7 فرشته می گوید: بروید و 7 کاسه غضب خدا را بر زمین بریزید. فرشته یکم رفته کاسه خود را بر زمین ریخت و بر آدمانی که تمغه حیوان وحشی را دارند و به پیکر آن سجده می کنند یره‌های بد و زشت فسادناک پیدا شد. فرشته دوم کاسه خود را در بحر ریخت و آن به خون مثل خون مرده مبدل شد و تمام مخلوقات جاندار بحر مرد. فرشته سیوم کاسه خود را در دریاها و چشمه‌های آب ریخت و آنها به خون مبدل شدند. و فرشته آبها را شنیدم که می گفت: تو عادلی ای خداوند که هستی و بودی و قدوس می باشی، زیرا که چنین حکم کرده ای. از بس که آنها خون مقدسان و انبیا را ریختند، تو به آنها خون دادی که بنوشند. این سزای آنهاست. و قربانگاه را شنیدم که می گوید: آره ای خداوند، خدای قادری مطلق، داوری های تو حق است و راست. فرشته 4 کاسه خود را بر آفتاب ریخت و به وی قدرتی عطا شد که آدمان را به آتش بسوزاند و آدمان را گرمای زور سوزاند و آنها به اسم خدا که بر این بلاها اختیار دارد کفر می گفتند و توبه نکردند تا که او را جلال دهند. فرشته 5 کاسه خود را بر تخت حیوان وحشی ریخت و ملکوت آن تاریک شد و آنها زبانهای خود را از درد می گزیدند و به خدای آسمان از باعث عذابهای خود و یره‌های خود کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. فرشته 6 کاسه خود را در دریای بزرگ فرات ریخت و آب آن خشک شد تا برای پادشاهانی که از جانب طلوع آفتاب هستند راه مهیا شود. و دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان نبی کاذب 3 روح پلید مانند قورباغه ها می برآیند. آنها روح‌های دیوند که علامات به عمل می آورند. آنها به پیش پادشاهان تمام جهان می برآیند تا که آنها را برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع آورند. اینک مثل دوست می آیم. خوشا کسی که هوشیار است و لباس خود را نگاه می دارد تا که برهنه راه نرود و رسوایی او را نبیند. و آنها را به موضع جمع آوردند که به زبان عبرانی هرمجدون نام دارد. فرشته 7 کاسه خود را بر هوا ریخت و از معبد آسمان از جانب تخت آواز بلندی برآمد
که می گفت به عمل آمد. و برقها، رعدها و صداها به وقوع آمد و زمین جنبی عظیمی روی داد که مثلش از زمانی که آدمان بر زمین هستند روی نداده بود. آنقدر زمین جنبی پرزور و عظیم بود و شهر بزرگ به 3 قسم از هم جدا شد و شهرهای خلقها فرو غلطیدند و بابل بزرگ در پیش خدا ذکر یافت تا که کاسه شراب پرخشمی غضب خدا را به آن دهد و هر جزیره گریخت و کوهها ناپیدا گشت و ژاله بزرگی که گویا به وزن 1 تلنت بود از آسمان بر آدمان بارید و آدمان برای بلای ژاله به خدا کفر گفتند چون که آن بلا به غایت سخت بود. وحی باب 17. و یکی از آن 7 فرشته‌ای که 7 کاسه داشتند آمد و با من سخن رانده گفت اینجا بیا تا داوری را در حق فاحشه بزرگی که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم که پادشاهان زمین با وی زنا کردند و ساکنان زمین از شراب زناکاری وی مست شدند. و مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم که بر حیوان وحشی ارغوانی که از نامهای کفر پر بود و 7 کله و 10 شاخ داشت نشسته بود و آن زن لباس قرمزی و ارغوانی داشت با طلا، جواهرات و مروارید زینت یافته بود و در دستش کاسه طلای نگاه می داشت که از قباحت و نجاست زناکاری وی پر بود و بر پیشانی وی نام سر نوشته شده بود بابل بزرگ، مادر فاحشگان و قباحت‌های زمین. و دیدم که آن زن از خون مقدسان و از خون شاهدان عیسی مست است و از دیدن وی نهایت درجه حیران شدم و فرشته به من گفت چرا حیران شدی؟ من سر این زن و آن حیوان وحشی را که زن بر آن سوار است و 7 کله و 10 شاخ دارد به تو میگویم. آن حیوان وحشی که تو دیدی بود و نیست و از ورطه خواهد برآمد و به سوی هلاکت خواهد رفت و آن ساکنان زمین که نامهاشان از ابتدای جهان در دفتر حیات نوشته نشده است از دیدن حیوان وحشی که بود و نیست و ظاهر خواهد شد در حیرت خواهند افتاد. در اینجاست عقلی که حکمت دارد. 7 کله 7 کوه است که آن زن بر آنها نشسته است و اینها 7 پادشاه هستند که 5 نفرشان فرو غلطیدند. یکی هست و دیگری هنوز نآمده است و هنگامی که آید مدت کمی باید بماند. و آن حیوان وحشی که بود و نیست 8م است و از جمله 7 است و به سوی هلاکت خواهد رفت. و آن 10 شاخ که تو دیدی 10 پادشاه هستند که هنوز ملکوت به دست نآوردند، لیکن برای 1 ساعت با حیوان وحشی همچون پادشاهان سلطنت پیدا خواهند کرد. آنها یک نیت دارند و قوت و سلطنت خود را به حیوان وحشی خواهند داد. آنها با بره جنگ خواهند کرد و بره بر آنها غالب خواهد آمد، زیرا که او خداوند خداوندان و پادشاه پادشاهان است. با آنهایی که با او هستند دعوت شدگان و برگزیدگان و امینان می باشند. و آن فرشته به من گفت آبهایی که تو دیدی که آنجا فاحشه نشسته است آدمان و قومان و قبیله ها و زبان ها می باشند. و آن 10 شاخ که تو دیدی و حیوان وحشی از فاحشه نفرت خواهند داشت و او را خانویران و اوریان خواهند کرد و جسم او را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزاند، چون که خدا در دل آنها انداخته است
که اراده او را به جا آورند، به طوری که همه یک دلانه سلطنت خود را به حیوان وحشی دهند تا که سخنان خدا اجرا شود. و آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمین سلطنت میراند. وحی باب 18. بعد از این من فرشته دیگری دیدم که از آسمان نزول می کند و قدرت بزرگی دارد و زمین از جلال او منور شد و او با آواز قوی ندا کرده گفت: فرو غلطید بابل بزرگ، وی مسکن دیوها و پناهگاه هر روحی پلید و پناهگاه هر مرغی پلید و کراهت انگیز گردید، زیرا همه خلقها از شراب پرغضب زناکاری وی نوشیدند و پادشاهان زمین با وی زنا کردند و تاجران زمین از عیش و نوش بزرگ وی ثروتدار شدند. و آوازی دیگری از آسمان شنیدم که میگوید: از وی بیرون آیید ای قوم من، تا که در گناههایش شریک نشوید و به بلاهایش دوچار نگردید، زیرا که گناههای وی تا به آسمان رسیده است و خدا ظلمهای وی را به خاطر آورده است. سزایش را دهید چنان که وی نیز شما را سزا داده است و بر طبق اعمال وی سزایش را دوچندان دهید. در کاسه که وی برای شما شراب تیار کرده بود، برای وی دوچندان تیار کنید. هر قدر وی جلال یافته عیش و نوش میکرد، همان قدر با اذیت و بدبختی سزایش را دهید، زیرا که وی در دل خود میگوید: ملکه شده نشستم و بیوه نیستم و بدبخت نخواهم بود. بنابراین در یک روز بلاها، مرگ و ماتم و قحطی به سر وی خواهد آمد. وی در آتش خواهد سوخت، زیرا پرقوت است خداوند خدا که وی را داوری میکند. و پادشاهان زمین که با وی زنا و عیش و نوش کرده اند، وقتی که دود سوختار وی را بینند، در حق وی گریه و نوحه خواهند کرد و از ترس عذابهای وی دورتر ایستاده خواهند گفت: وای وای بر حال تو ای شهر بزرگ بابل، ای شهر مستحکم، زیرا که در یک ساعت قضای تو آمده است. و تاجران زمین در حق وی گریه و نوحه خواهند کرد، چون که مالهای آنها را دیگر هیچ کس نمی خرد. مالهای طلا و نقره و جواهرات و مروارید و کتان و ارغوان و ابریشم و قرمز و هر درختی معطر و هر مصنوعات از عاج و هر مصنوعات از درختان گرانبها، از میس و آهن و مرمر و دارچین و بخور و روغن عطرافشان و لادن و شراب و روغن زیتون و آرد و گندم و چاروا و گوسفندان و اسبها و عرابها و جسمها و جانهای آدمی. از میوه هایی که جان تو طمع دارد محروم گشته ای و هر چیزی فربه و با حشمت از تو دور شده است، آن را دیگر نخواهی یافت. تاجران این چیزها که از این ثروتدار شدند، از ترس عذابهای وی دورتر ایستاده گریه و نوحه خواهند کرد و خواهند گفت: وای وای بر حال این شهری بزرگ که کتان و ارغوان و قرمز در بر داشت و با طلا و جواهرات زینت یافته بود، زیرا که در یک ساعت چنین ثروت نابود شد. و همه سکانداران و همه کشتی نشینان و همه ملاحان و همه آنهایی که در بحر تجارت می کنند دورتر ایستاده و دود سوختار وی را دیده
فیغان کشیدند و گفتند کدام شهر مانند این شهری بزرگ بوده است؟ و به سرهاشان خاک پاشیدند و فریاد زده با گریه و نوحه گفتند وای وای بر حال این شهری بزرگی از چیزهای گرانبهای وی همه آنهایی که در بحر کشتی داشتند ثروتدار شدند، زیرا که در یک ساعت وی خراب گردیده است. شادی کنید در حق وی ای آسمان و حواریان مقدس و انبیا، زیرا که خدا داوری نموده انتقام شما را از وی گرفته است. و یک فرشته قوی سنگ بزرگی را مانند سنگ آسیا برداشته در بحر انداخت و گفت با چنین شدت شهر بزرگ بابل سرنگون خواهد شد و دیگر یافت نخواهد شد و آواز بر بدنوازان و سرایندگان و نی نوازان و کرنی نوازان در تو دیگر شنیدن نخواهد شد و هیچ یک صنعتکاری هیچ یک صنعتی در تو دیگر نخواهد بود و صدای سنگ‌های آسیا در تو دیگر شنیدن نخواهد شد و روشنایی چراغ در تو دیگر پیدا نخواهد شد و آواز داماد و عروس در تو دیگر شنیدن نخواهد شد، زیرا که تاجران تو اکابر روی زمین بودند و از جادوی تو همه خلقها در اشتباه افتاده اند و در وی خون انبیا و مقدسان و همه مقتولان روی زمین یافت شده است. وحی باب 19. پس از این من آواز بلندی مثل آواز ازدحام بزرگ در آسمان شنیدم که می گفت هللویا، نجات و جلال و قوت از آن خداوند ما می باشد، زیرا که احکام او حق است و راست، چون که او فاحشه بزرگی را که زمین را با زینای خود فاسد کرده بود محکوم نمود و خون بندگان خود را از دست وی ستاند. و دوباره گفتند هللویا، دود بابل تا ابد بلند می شود و آن 24 پیر و 4 حیوان افتاده به خدایی که بر تخت نشسته است سجده کردند و گفتند آمین، هللویا. و آوازی از جانب تخت برآمد که می گفت ای همه بندگان او و ترسگاران او، خردان و بزرگان، مدح کنید خدای ما را. و آواز شنیدم مثل آواز ازدحام بزرگ، مثل شووس آبهای بسیار، مثل صدای رعدهای پرزور که می گفتند هللویا، زیرا که خداوند خدای قادر مطلق بر تخت سلطنت نشسته است. با وجد می آییم و شادی می کنیم و او را جلال می دهیم، زیرا که نکاح بره فرا رسیده است و زوجه او خود را تیار کرده است. و به وی عطا شد که کتان تازه و درخشان در بر کند، زیرا که آن کتان عدالتی مقدسان است. و به من گفت بنویس خوشا آنهایی که به بزم نکاح بره دعوت شدند. و به من گفت اینها سخنان حقیقی خداست. من بر پایهایش افتادم تا که به او تعظیم کنم، لیکن او به من گفت زنهار چنین نکن، من با تو و با برادران تو که شهادت عیسی را دارند همکار هستم. به خدا تعظیم نما، زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. و آسمانی کشاده را دیدم و اینک اسبی سفید و سوار آن امین و حق نام دارد و او از روی عدالت داوری می کند و می جنگد. چشمان او مثل شعله آتش است و بر سر او افسرهای بسیار. او اسمی نوشته دارد که آن را غیر از خود او هیچ کس نمی داند و او لباس خونالودی دارد و اسم او خوانده شده است کلام خدا. و لشکرهای آسمان
بر اسب‌های سفید کتانی سفیدی تازه در تن از پی او می رفتند و از دهان او شمشیری تیز بیرون می آید تا که خلقها را با آن بزند. او آنها را با عصای آهنین چوپانی می کند. او چرخوشتی شرابی خشم و غضب خدای قادر مطلق را پایکوب می کند. بر لباس و بر ران او نوشته شده است: پادشاهی پادشاهان و خداوندی خداوندان. و یک فرشته را دیدم که بر آفتاب می ایستاد و او با آواز بلند ندا کرده به همه مرغانی که در میان آسمان پرواز می کردند گفت: بیایید و ضیافت بزرگ خدا جمع شوید تا که جسدهای پادشاهان را، زورآوران را، میر هزاران را، اسپان و سوارانشان را، جسدهای همه آزادان و غلامان و خردان و بزرگان را بخورید. و حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکرهاشان را دیدم که جمع شده بودند تا که با سوار اسب و با لشکری او جنگ کنند. و حیوان وحشی و با وی آن نبی کاذب دستگیر شد که در پیش وی معجزات به عمل آورده بود که به واسطه آنها کسانی را که تمغه حیوان وحشی را قبول کرده به پیکر آن سجده می نمایند فریب می کرد. هر دو زنده در کولی آتش انداخته شدند که در آن کبریت می سوخت. و کسانی باقی با شمشیری سوار اسب که از دهان او بیرون آمده بود کشته شدند و همه مرغان از جسدهای آنها سیر شدند. وحی باب 20. و فرشته دیدم که از آسمان نزول می کرد و کلید ورطه و زنجیری بزرگ در دستش بود و او اژدها یعنی مار قدیمی را که ابلیس و شیطان است دستگیر کرده به مدت 1000 سال زنجیربند نمود و آن را در ورطه انداخت و آن را بند و بست کرد و بر آن مهر زد تا که خلقها را دیگر فریب ندهد تا دمی که 1000 سال انجام یابد. بعد از این وی باید به مدت کمی آزاد شود. و تختها و بر آنها نشستگان را دیدم که اختیاری داوری کردن به آنها داده شده بود. و جانهای کسانی را دیدم که برای شهادت عیسی و برای کلام خدا سر بریده شده بودند و آنها به حیوان وحشی و به پیکر آن سجده نکرده بودند و تمغه آن را بر پیشانی و دست خود نزده بودند. آنها زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت راندند. ولی باقی مردگان زنده نشدند تا دمی که 1000 سال انجام یابد. این احیای یکم است. خوشبخت و قدوس است کسی که در احیای یکم اشتراک دارد. بر آنها مرگ دویم قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند شد و با او 1000 سال سلطنت خواهند راند. و هنگامی که 1000 سال انجام یابد شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و بیرون خواهد آمد تا خلقهای را که در 4 گوشه زمین هستند یعنی جوج و ماجوج را فریب کند و آنها را برای جنگ جمع آورد. شماره آنها مثل ریگ بحر است. و به عرض زمین برآمدند و قرارگاه مقدسان و شهر محبوب را احاطه کردند. و از آسمان از جانب خدا آتش فرآمده آنها را خورد و ابلیس که آنها را فریب می کرد در کول آتش و کبریت انداخته شد که آنجا حیوان وحشی و نبی کاذب هستند و آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند کشید.
و تختی بزرگی سفید و نشیننده آن را دیدم که از حضور او آسمان و زمین می گریختند و جای برای آنها یافت نشد. و مردگان را، خردان و بزرگان را دیدم که در پیش خدا ایستادند و دفترها گشاده بود و دفتری دیگری گشاده بود که دفتری حیات است و مردگان بر طبق آنچه در دفترها نوشته شده است، یعنی موافق اعمالشان داوری کرده شدند. و بحر مردگانی را که در وی بودند داد و مرگ و دوزخ مردگانی را که در آنها بودند دادند و هر یکی موافق اعمالش داوری کرده شد. و مرگ و دوزخ در کول آتش انداخته شدند. این مرگ دویم است. و هر کی در دفتر حیات نوشته نشده است در کول آتش انداخته شد. وحی باب 21. و آسمان نو و زمین نو را دیدم، زیرا که آسمان پیشتره و زمین پیشتره گذشت و بحر دیگر نبود. و من یوحنا شهر مقدس یروشلیم نو را دیدم که از جانب خدا از آسمان نزول می کرد و مهیا شده بود مثل عروسی که برای شوهرش زینت یافته است. و آواز بلند از آسمان شنیدم که می گوید: اینک خیمه خدا با آدمان و او با آنها ساکن خواهد شد. آنها قوم او خواهند بود و خود خدا با آنها خدای آنها خواهد بود. و خدا هر اشک را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و مرگ دیگر نخواهد بود و گریه و فغان و درد دیگر نخواهد بود، زیرا آنچه پیشتر بود گذشت. و نشیننده تخت گفت: اینک همه چیز را نو می سازم. و به من گفت: بنویس، زیرا که این سخنان حق است و راست. و به من گفت: به عمل آمد. من الفا و اومگا، ابتدا و انتها هستم. به تشنه از چشمه آب حیات مفت خواهم داد. کسی که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و من برای او خدا خواهم بود و او برای من پسر خواهد بود. ولیکن ترسانچکان و بی ایمانان و پلیدان و قاتلان و زناکاران و جادوگران و بت پرستان و همه دروغگویان را نصیبشان در کول است که با آتش و کبریت می سوزد. این مرگ دویم است. و یکی از آن 7 فرشته که 7 کاسه پر از 7 بلای آخرین داشتند نزد من آمده گفت: بیا تا به تو عروس را، زوجه بره را نشان دهم. و مرا در روح و کوهی بزرگ و بلندی برد و شهری بزرگ یروشلیم مقدس را به من نشان داد که از آسمان از جانب خدا نزول می کرد که وی جلال خدا را دارد. نور دهنده وی به سنگ بغایت گرانبها مانند است، مثل سنگ یشمی که چون بلور شفاف باشد. وی دیوار بزرگ و بلندی دارد و 12 دروازه دارد و بر آنها 12 فرشته بر دروازه ها نام های 12 سبط بنی اسرائیل نوشته شده است. از شرق 3 دروازه، از شمال 3 دروازه
از جنوب 3 دروازه، از غرب 3 دروازه. دیوار شهر 12 ته کرسی دارد و بر آنها نامهای 12 حواریان بره. و آن که با من سخن میراند به صفت اندازه نی طلای داشت تا که شهر و دروازه هایش و دیوارش را اندازه کند. شهر به شکل مربع واقع است و درازی آن برابر فراخی آن است و او شهر را با نی اندازه کرده 12,000 استادیه یافت. درازی و فراخی و بلندی آن برابر است و دیوار آن را اندازه کرده 144 زیرا به اندازه آدمیزاد یافت که اندازه فرشته نیز چنین است. دیوار آن از یشم ساخته شده است و شهر زری خالص بوده و شیشه پاکیزه مانندی دارد. ته کرسی های دیوار شهر با هر گونه جواهرات مرصع است. ته کرسی یکم یشم، دویم یاقوت کبود، سیوم عقیق سوخته، چهارم زمرد، پنجم عقیق گلابی، ششم عقیق، هفتم زبرجد، هشتم بیریل، نهم یاقوت زرد، دهم عقیق سبز، 11 گیاسینت، 12 نیلوم. و 12 دروازه، 12 مروارید. هر دروازه از یک مروارید بود و کوچه شهر زری خالص مانند شیشه شفاف. و در شهر معبد ندیدم، زیرا که خداوند خدای قادر مطلق معبدی وی است، همچنین بره. و شهر احتیاج ندارد که آفتاب و ماهتاب آن را روشن کنند، زیرا که جلال خدا آن را روشن کرده است و چراغ آن بره است. و خلقهای جهان در روشنایی وی راه خواهند رفت و پادشاهان زمین جلال و شوکت خود را به وی خواهند آورد. و دروازه های شهر روزانه بسته نخواهد شد، زیرا که در آنجا شب نخواهد بود و جلال و شوکت خلقها را به وی خواهند آورد. و هیچ پلیده و هیچ کسی زیشت کار و دروغگوی واردی آن نخواهد شد، بلکه فقط آنهایی که در دفتری حیات بره نوشته شدند. وحی باب 22. و دریای پاکیزه آب حیات را به من نشان داد که مثل بلور درخشان بوده از جانب تخت خدا و بره جاری می شد. در میان کوچه شهر در هر دو کنار دریا درختی حیات است که 12 میوه می آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می دهد و برگ های درخت برای معالجه خلق هاست. و هیچ لعنت شده دیگر نخواهد بود و تخت خدا و بره در وی خواهد بود و بندگان او به او خدمت خواهند کرد و روی او را خواهند دید و اسم او بر پیشانی هاشان خواهد بود و شب دیگر نخواهد بود و آنها به چراغ و روشنایی آفتاب احتیاج نخواهند داشت، زیرا که خداوند خدا به آنها روشنایی می بخشد و تا ابد سلطنت خواهند راند. و به من گفت: این سخنان حق است و راست و خداوند خدای انبیای مقدس فرشته خود را فرستاد تا آنچه را که باید به قریبی به وقوع آید به بندگان خود نشان دهد. اینک به زودی می آیم. خوشا کسی که سخنان نبوت این کتاب را رعایت می کند. و من یوحنا این را دیدم و شنیدم و هنگامی که شنیدم و دیدم بر پایهای فرشته‌ای که این را به من نشان داد افتادم تا که به او تعظیم کنم
لیکن او به من گفت زنهار چنین نکن، زیرا که من با تو و با برادرانت انبیا و با آنهایی که سخنان این کتاب را رعایت میکنند همکار هستم. به خدا تعظیم نما. و به من گفت سخنان نبوت این کتاب را مهر نکن، زیرا که وقت نزدیک است. بگذار ظالم باز ظلم کند و پلید باز خود را پلید سازد و عادل باز عدالت ورزد و مقدس باز خود را تقدیس نماید. اینک به زودی می آیم و مکافات من با من است، تا که هر کس را موافق اعمالش سزا دهم. من الفا و اومگا، ابتدا و انتها، اولین و آخرین هستم. خوشا آنهایی که احکام او را رعایت می کنند، تا که به درخت حیات حقوق دار شوند و به دروازه شهر درآیند. ولی سگان و جادوگران و زناکاران و قاتلان و بتپرستان و هر کسی که دروغ را دوست می دارد و به عمل می آورد بیرون از آن خواهند بود. من عیسی فرشته خود را فرستادم تا که در کلیساها به شما شهادت دهد. من ریشه و نسل داوود، ستاره درخشان صبح هستم. و روح و عروس می گویند بیا. و هر کی می شنود بگوید بیا. بگذار تشنه بیاید و هر کی بخواهد آب حیات را مفت بگیرد. من نیز به هر کسی که سخنان نبوت این کتاب را می شنود شهادت می دهم، اگر کسی به آنها چیز علاوه نماید، خدا به او بلاهای علاوه خواهد کرد که درباره آنها در این کتاب نوشته شده است. و اگر کسی از سخنان این کتاب نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از هر چیزی که در این کتاب نوشته شده است کم خواهد کرد. شهادت دهنده این میگوید آره، به زودی می آیم. آمین. آره، بیا ای عیسی خداوند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.